یه ایسوزو 5 تن اومده برای ریگلاژ چرخ عقب و چرخ‌های جلو. اینجا یه نکته داره، وقتی ریگلاژ رو صفر میکنید، ببینید وقتی صفر برای شل کردنش، الان چرخ قفل شد، برای شل کردنش این هیچ وقت شل نمیشه، شل نمیشه. باید یه سیخی الکترودی، یه سوراخ داره پشت سیلندرش، این الکترود رو باید بکنید داخل، یه دونه ضامن داره، اینا فشار که بدید میتونید شل کنید. این خیلی مهمه، این یعنی یه نکته خیلی جالب بود برای من خودم اولین بار بود باش برخورد میکردم. کاش بشه بتونم از شل کردنش براتون فیلم بگیرم. سیخو میذاریم اینجا، بعد جاشو پیدا کنیم، یه ذره جاش ناجوره. با این که ما این سیخه رو گذاشتیم ذره با سختی شل میشه. به نظرم 5 تا 6 تا شل کنید بعد از اینکه چرخ قفل شد عالی میشه. این هم یه نکته درباره ایسوزو 5 تن و 6 تناش هم همینطوری. بعد اینجا یه فلش داره، برعکس فلش صفر میشه، رو به فلش شل میشه. این هم حالا روش زده، حالا اونایی هم که نمیدونستن بدونم.